من خدمت همه عزیزان سلام دارم و تشکر کنم از دوستانی که زحمت این جلسه رو کشیدن و برای منم صحبت کردن در حضور دوستانی که سن و سالشون از من بیشتره، تجربه سیاسیشون از من بیشتر است، مشکله. من لهجه اصفهانی رو دست ندادم. کلا اصفهانی ها نمیتونن لهجهشون رو دست بدن به آسونی. در رابطه با بحثی که دوستان در واقع به عنوان موضوع جلسه گذاشتن، خب ما متاسفانه در این 2 سال اخیر شاید یه روند بسیار نامطلوب در داخل کشور بوده و این موجب یک روند نامطلوب در خارج از کشورم شده. یعنی یه چرخه باطلی شکل گرفته که اقتدارگرایان حاکم بر ایران و جنگ طلبان بیرون از ایران دارن همدیگه رو یاری میکنن. یه روند فزاینده‌ای رو از تهدیدات و تبلیغات و اینکه طبل جنگ رو در واقع به صدا در بیارن یا در آوردن. بعضی‌ها که به لحاظ اقتصادی واقعا میشود گفت که این طبل از صدا گذشته، وارد یک پروسه‌ای شده که حتی اگر ما بتوانیم اینو متوقف کنیم، آثار و پیامداش دامنگیر کشور و مردم خواهد بود. یعنی تحریم‌ها و در واقع قطعنامه‌هایی که گفتن ورق پاره هست، اینها آثارش به آسانی از اداره کشور در آینده پاک نخواهد شد و یک مصیبتی خواهد بود. من فکر می‌کنم که باید سوال این باشد که ما در برابر یه چنین واقعی که مواجه شدیم چه می‌توانیم بکنیم که جلوی این روند رو بگیریم یا حداقل کاهش بدیم و بتونیم از این فضا عبور کنیم. با این نگاه من فکر می‌کنم که جنبش سبز تنها امکان ما هست برای اینکه بتونیم جلوی این روند رو در داخل و خارج بگیریم و شاید مهمترین و مشکلترین بحث در اینجا می شود که ما چگونه می توانیم این کار انجام بدیم. من یه توضیح بدم که ما قبل از انتخابات ریاست جمهوری به هر حال آقای احمدی نژاد اومده بود و این سیاست هایی که در عرصه داخلی گرفته بود و همینطور در عرصه خارجی، اون موقع یه جمع‌بندی داشتیم که برای مواجهه با این وضعیت بهترین شعاری که ما میتونیم روش متمرکز بشیم این هست که دموکراسی در داخل و صلح در جهان، و اینو اون موقع مطرح کردیم. حالا طراحش و در واقع مدافعش عمدتاً آقای تاجزاده بود، ولی خب مجموعه دوستانم قبول کرده بودن. امروز هم من فکر میکنم که بهترین شعار و راه حلی که ما میتوانیم روش متمرکز بشیم برای اینکه جلوی این جنگ طلبی رو که از دو سو در واقع به نظر میرسه ازش استقبال میکنن بگیریم. یعنی پافشاری بر این که دموکراسی باید در داخل کشور ما در واقع در دستور کار قرار بگیره و صلح در جهان، یعنی ما پیام صلح داشته باشیم به دنیا و این رو به عنوان یکی از شعارهای جنبش سبز هم در واقع مطرح بوده، دوباره مطرح کنیم و روش تمرکز کنیم. منتها طبیعی است برای اینکه این شعار بتواند این فضا رو تغییر بدهد، من فکر می‌کنم بایستی بتوانیم نیروی بالقوه موجود در ایران رو که پشتیبان جنبش سبز هستند
این رو تبدیل به یک بالفعلش بکنیم، یعنی بتونیم قدرت این جنبش رو در جامعه نشون بدیم. این چیزی است که من فکر می‌کنم میتونه راه نجات ما برای این وضعیت باشه. من فکر می‌کنم که در واقع این رفت و برگشتایی که الان بین داخل و خارج میشه، یک بخشیش هم ناشی از اینه که غربی ها کلا اینهایی که به هر حال الان وارد این بحث تحریم ها و تهدید علیه ایران شدن، برآوردشون این هست که جنبش سبز در ایران دیگه خیلی در واقع کارایی نداره و من برداشتم این هست که نامه اوباما به آقای خامنه‌ای یه چنین پیامی رو میتونه داشته باشه. بنابراین ما بایستی قدرت سازی بکنیم برای جنبش سبز. اینم من بگم که ما در واقع تابستون فکر می‌کردیم که اگر ما بتوانیم در انتخابات بریم، از طریق انتخابات میتونیم قدرت جنبش سبز رو و پایگاه اجتماعیش رو در واقع نشون بدیم. به نظرم حاکمیت هم این رو خیلی در واقع براش روشن بود که قدرت و پایگاه جنبش اجتماعی در جامعه نه تنها ضعیف نشده، بلکه نسبت به گذشته قوی تر شده و اگر یک انتخاباتی باشه حتی نیمه آزاد، نیروهای پشتیبان جنبش سبز تو انتخابات میان و قطعا انتخابات در واقع نشون خواهد داد که این جنبش پایگاه اجتماعیش وسیع‌تر از گذشته است. به خاطر همین حاکمیت تصمیم گرفت که به هیچ وجه نگذارد که اصلاح طلبان و جنبش سبزی‌ها وارد انتخابات بشه و من فکر می‌کنم وقتی این اتفاق افتاد، سطح منازعه سیاسی در ایران در واقع تغییر پیدا کرد و میشه گفت که ارتقا پیدا کرد. یعنی اگر تا گذشته میشد که ما بر صندوق رأی و انتخابات تکیه کنیم و خب مردم تقریبا در ایران یک نوع آشتی با صندوق رأی پیدا کرده بودند و قبول داشتن که از این طریق اقدام کنند، این اتفاقی که افتاد این خیلی کار رو برای ما حداقل در جنبش سبز سخت کرد. یکی این که ما بالاخره معتقدیم که هر نوع منازعه سیاسی در نهایتاً بایستی در صندوق‌های رأی حل بشه. یعنی هیچ راه دیگری برای حل منازعات سیاسی در ایران بهتر از صندوق‌های رأی نیست و تمام نیرو و تمرکز ما در این چند سال این بود که صندوق رأی رو به عنوان جایگاه حل منازعات سیاسی قرار بدیم و برش تکیه کنیم. این اتفاقی که افتاد ما رو در برابر یک واقعه جدید قرار داد و فکر میکنم که این در واقع امکانی بود که خب از جنبش و از نیروهای در واقع مخالف وضعیت موجود گرفته شد. ما الان توی این وضعیت جدید به نظرم بایستی این قدرت سازی رو بتونیم براش برنامه ریزی کنیم و حالا این میتونه محل بحث قرار بشه که چطوری ما میتونیم قدرت سازی رو در واقع شکل بدیم. از دعوت مردم به خیابون میشه تا اینکه بتونیم در واقع برسیم به اعتصاب، نمیدونم شکلایی که در واقع میشود این قدرت سازی رو تعریف کرد. اگر ما بتوانیم یک چنین امری رو انجام بدیم و این قدرت جنبش سبز رو بیاریم وارد معادلات موجود بکنیم در داخل و خارج، به نظر من ما میتونیم از این تهدیداتی که الان وجود داره و من یخته شاید نگاهم با آقای نگهدار اینجا متفاوت باشه که بخشی از حاکمیت در دوره جمهوری اسلامی اصلا از جنگ استقبال میکنن
راه نجات خودشون رو از انبوه بحران‌هایی که دوچارش هستن این میدونن. یعنی اشتباهات بزرگی رو که پشت سر هم بهش مبتلا شدن و اونها رو توی بنبست تقریبا قرار داده، فکر میکنن راه خروج از اون بنبست اینه که در واقع تهدید بکنن، درگیری ایجاد بکنن و مسائلی که در واقع میتونه واقعا یک فاجعه برای کشور بشه. اگر ما بتوانیم تو درون این وضعیت این قدرت سازی رو انجام بدیم، قدرت جنبش سبز رو در واقع بیاریم به میدون، به نظر من میتونیم جلوی این فاجعه ای رو که پیشاروی کشور ما هست بگیریم. ولی اگر ما به هر دلیل نتوانیم این قدرت بالقوه رو بالفعل کنیم، من فکر میکنم که آینده برای ما بسیار تیره و تار خواهد بود و فقط اون موقع دیگه باید دعا کرد که خداوند به داد کشور ما برسه. من انشاءالله در پرسش پاسخ در خدمت دوستان هستم.